داور سوتشو به صدا در میاره. اندونگ، رزاقینیا، یاسر آسانی، منیر حدادی و سعید سحرخیزان. تقابل ساپینتو و اسمار. حالا میلاد محمدی حرکت کرده، خود میلاد، اورونوف نزدیک بهش هست، پاس رو میدن، اورونوف میزنه ضربه رو، قل میده تو دستای آدان. در این بازی حساس ترجیح داده شده. حالا پرسپولیسیا پرتعداد، فرصت برای اورونوف، خودش رو پای چپ، چه توپی گرفت آدان، چه توپی گرفت آنتونیا آدان. راستشو بخواین 21 ساله که استقلال در شهرآورد دروازه‌بان خارجی نداشته. آخرین بار جورج توپالوویچ کیفیت کوچینگ کنار زمینش رو بالاتر هم ببره. منیر حدادی خیلی راحت در برگشت توپ از دست داد، اومدن پشت سر آدان رو هدف قرار بدن. حرکت علیپور، سامان فلاح مقابلشه، خود علیپور رو پای چپش میزنه، اما به کجا؟ علیپور، اندونگ، صالح اردانی میفرسته توپو به روی دروازه، یه لحظه دفع ناقص نیازمند. حالا خود کوشکی میزنه و این بار دوباره یک سیو دیگه و سوت داور. حالا پیام نیازمند رو دست آدان بلند میشه. اگه اونجا یه واکنش نشون داده بود، اینجا یه دبل سیو اصطلاحاً از پیام نیازمند دیدیم. گودرزی، سحرخیزان یه گل حساس رو به فولاد زد و روحیش بالاست. صالح اردانی فضا رو مناسب دید و شوت زد. کوشکی یه بار دیگه، سحرخیزان، آسانی رو دستش حرکت میکنن، خود یاسر آسانی ضربه رو میزنه. اوه شلیک پرشدت اما کم دقت. اورونوف، محمد و عمری، عالی شاه و علیپور این سمت هستن، در حالی که حالا یک اشتباه داره باعث میشه توپ رو لو بدن. یه شوت از راه دور میخوره به دروازه‌بان و توپ برگشت داده میشه. کاملا هممون میدونیم پویش مصرف آب رو نصف کنیم در واقع در دستور کاره. یه بار دیگه ببینیم فرصت، استقلال میخواد ضربه رو بزنه، کجا تک به تک شد. سحرخیزان به دنبال یار خالی، کسی نزدیکش نبود، بالاخره از مخمسه خارج میکنه. اردانی یه برگشت، یه ضربه، کجا زد؟ فرصت حضور در زمین براش مهیا نشده. بیفوما، سروش رفی میفرستن، یه موقعیت برای میلاد محمدی، یه فرصت بیفوما، حالا بیفوما. اوه این توپه دیگه خیلی خطرناک بود، خیلی خطرناک بود. بازی یه خورده دیر داره جا میفته، حیف که دقیقه 85 بازیه. بیفوما و اینجا در سوت خودش میدمه آقای وحید کاظمی.